الان ماشین شیبش رو دیدید چقدر هست؟ درایبم روی انه، پامم رو ترمز پاییه. من ترمز دستی رو میکشم بالا و پامو از اون ترمز ور میدارم. میتونید پای منم اینجا نشون بدید که پام ترمز نیست و ماشین روی سربالایی بایستاده. حالا تست سربالاییش هم میگیریم و نشون میدیم. من برم دور بزنم بیام سربالایی. خب الان توی سربالایی شیبم دیدیم میگیره ان روی انیم و حالا میخوایم ترمز رو بکشیم و ماشین وایسه. ترمز رو میکشیم، پامون رو از این بر میداریم. اینجا دوباره مشخصه. خیلی عالی وایسه و اینطوری پروژه ما دیگه اوکی شد. از همه همراهان انجمن ممنونم. خدا نگهدار.